اگه یه روز بدونی که هر آرزویی که بکنی برآورده میشه، اگه یه روز بدونی که قدرت اینو داری که هرچی اراده کنی فراهم میشه، چی کار میکردی یا از خدا چی میخواستی؟ اگه حتی 1 ثانیه هم برای جواب به این سوال تعلل کردی، مراقب باش، چون داری از قافله جا میمونی. اگه صبحها دیر از خواب بیدار میشی، اگه سختت از جات بلند شی، اگه سختته که سر تایم از خواب بیدار بشی و دائما کسل و خسته و ناامیدی، اگه همش سرت گرم کارهای بی خود و پوچه، معنیش اینه که هدف نداری و حداقل هدفت رو نشناختی. اگه تو نمیدونی قدرت انجام هر کاری رو داری، امکان نداره هدفت رو مشخص کرده باشی و واقعا بخوای بهش برسی. به جای اینکه وقتت رو با خوابیدن یا کارهای بیهوده تلف کنی، هدفت رو مشخص کن و برای تک تک ثانیه، روزها و ماهها و سالهای زندگیت برنامه داشته باش. اگه هدف مشخص داشته باشی، کاری نداری که شرایط خودت و جامعت چیه، بهونه نمیاری و حتی اگه وسط بیابونم باشی ناامید نمیشی. هر طوری که شده راهتو پیدا میکنی. تمام آدم معروفا، قهرمانها و پولدارا نه دست و پای اضافی داشتن، نه وقت بیشتری داشتن. اونا هم مثل من و تو بودن، فقط یه روزی واقعا تصمیم گرفتن برای رسیدن به هدفشون یه حرکتی رو شروع کنن. تو هم همین الان تصمیم بگیر، هدفتو مشخص کن، کدوم رشته و دانشگاه رو میخوای، رتبه چند کنکور رو میخوای و برای رسیدن بهش حرکتتو شروع کن. بذار یه رازی رو بهت بگم. وقتی که هدفت رو مشخص کردی، وقتی که واقعا میخوای به چیزی برسی، به واقعیت‌های اطرافت فکر نکن، به دلایلت فکر کن. به این فکر نکن که محدودیت داری، پول نداری یا شرایط روحیت خرابه. به این فکر نکن که آزمونها و مدرسه رو خراب کردی. به این فکر نکن که شرایط جسمیت داغونه و یا هر چیز دیگه ای. فقط به دلایلت فکر کن. به این فکر کن که میخوای خوشبخت بشی، میخوای موفق بشی و رشته دلخواهتو قبول بشی. به این فکر کن که میخوای باعث رشد و پیشرفت خودت و خانواده و جامعت بشی. خیلیا بودن با محدودیت‌های بیشتر از تو، اما خواستن و تونستن. پس تو هم میتونی، فقط باید تصمیم بگیری، هدفت رو مشخص کنی یا حرکت کنی. هر کدوم از ما یه جایگاهی رو تو این دنیا میتونیم به دست بیاریم، یه هدف مشخصی داریم که باید بهش برسیم. پس تلاش کن تا بهش برسی. تو مخلوق خدایی که همه چیز تو دستای اونه. پس هر کاری که بخوای با توکل به خدا میتونی انجام بدی. هدفت رو پیدا کن، چرا که هیچ کس بدون هدف خلق نشده.